خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما رو عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنند که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود، نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسمها همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم. الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. سلام بر شما بینندگان عزیز، بینندگانی که 4 برنامه گذشته ما رو کم و بیش درباره تاریخ ناگفته صفوی‌ها دیدن. ما داریم تاریخ صفوی‌ها رو دوباره بازخوانی میکنیم. چند روز پیش من یک نکته عجیبی رو کشف کردم در همین رابطه. من دیدم که حتی امروز هم سانسور هست در مورد تاریخ صفوی‌ها. داستان به این صورت بود که در جای خونده بودم که حاکم طبس، داستانش باز تو این برنامه برای شما خواهم گفت، حاکم طبس وقتی که شاه اسماعیل حمله کرد به شهرش فرار کرد و در راه به شهری به نام انارک رسید. شهری آباد و پر رونق، ولکن بعدها ما در تاریخ خونده بودیم که شهر انارک رو 100 سال بعد ساختن. یعنی کسی از تاریخ شهر انارک خبر نداره. 100 سال بعد طبق تاریخ رسمی ایران شهر انارک توسط یک نفری پهلوانی ساخته شده، در حالی که حاکم طبس 100 سال قبل از این شهر رد شده. و من با این نتیجه گرفته بودم تو سایت اسلام تکس که از این معلوم میشه که شهر انارک هم مثل شهرهای دیگه ایران توسط پادشاه وحشی صفوی شاه اسماعیل از بین رفته و به طور کلی ویران شده، تاریخش از بین رفته. بعد از همین امروزها که میرفتم تا مقاله امروز خود رو با ذکر سند به اصطلاح مزین کنم، دیدم که در همون سایتی که این خبر خونده بودم و این خودش هم از خودش نقل نکرده، از کتاب ظهیرالدین زندگانی ظهیرالدین بابر پادشاه هند نقل کرده. فصلی از کتاب اونه، اون کتاب که گم نمیشه، به انگلیسی هم ترجمه شده، به زبان ترکی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده، ولیکن تو ایران که چاپ نمیشه این کتابا. از سایت برداشتن، ولی چیزی که دیدم این است که به همین سایت انتقاد کرده بودن که چرا این نوشتی. یعنی یک حرف تاریخی را اگه در مورد صفوی‌ها بنویسن، اینها اون رو حذفش میکنن. تعجب کردم. من باز داستانش مفصل براتون میگم. برنامه امروز ما باز در مورد شاه اسماعیل است و عموما در مورد صفوی‌ها است. برنامه رو با این شروع میکنیم، بازم از شکنجه‌های اونا میگیم و بعدش از قتل عام ایرانی‌ها، شهرهای مختلف ایران که قتل عام کردن که شما نشنیدید. مثلا انارک رو هیچ کس نشنیده، خود انارکی هم نمیدونن. و بعدش میگیم که چگونه جمعیت ایران از 40 میلیون به 2 میلیون به 3 میلیون رسید و همین ترکای وحشی اومدن. من نمیگم ترکا وحشی هستن، اینها از وحشیای ترک بودن. ترکا ملت متمدنی بود، ملت ترک از متمدنین ترین ملت ها در اون دوره بود، اما اینها وحشیایی بودن. خب ملتی آدمای متمدن داره، وحشی هم داره. اینا
مردم کوهی بودن، همین قزلباش‌ها، و وحشی بودن، از تمدن بویی نبرده بودن، گفتم آدم خوار بودن. و این رو براتون میگیم که چطوری اینا اومدن و در ایران ساکن شدن و جمعیت ایران 40 میلیون و چند میلیون رسید، 6 میلیون یا 2 میلیون. و این رو به شما میگم که چطوری حتی زبان رو از ایرانی‌ها گرفتن، بعضی از زبان‌های محلی ایران رو برانداختن. چیزایی به شما خواهم گفت که هرگز نشنیدید. و از همه مهمتر چیزی به شما خواهم گفت و این علت بدبختی ایرانی هست. چی شد که سر یک ملت این بلا اومد که شهرهاش قتل عام شد، زبانش عوض شد، تاریخش گم شد، فرهنگش از بین رفت، مذهبش بدل شد؟ علت این را خواهم گفت. در آخر من به شما فیلمی نشون میدم از 600 سال پیش. شاید بگید در 600 سال پیش که فیلم نبوده، چجوری به ما فیلمی از 600 سال پیش نشون میدی؟ بله، من آدمای 6 قرن پیش رو به شما نشون میدم و حرکات اونا رو به شما نشون میدم و شما بعد خودتون خواهید فهمید که چرا ایران به این مصیبت دچار شد. من این فیلم رو دارم، در آخر برنامه به شما نشون خواهم داد. پس از اول شروع کنیم، بریم به مسئله شکنجه ها. گفتم دفعه قبل چه شکنجه هایی میکردن زنها، ولی این بار میخوام بگم که این شکنجه ها باعث چی شد، چی برای ما آورد. می اومدن خونه های مردم، همین خونه های مردمی که جنگ نداشتن با اینا، دخترها و بچهای جوان و زیبارو اینا رو می بردن و برای بهره برداری جنسی می بردن. طبعا پدر مادر شما حالتش تصور کنید که تو خونه نشسته و بچه‌هاش جوانش از جلوش میبرن، هیچ هم نمیتونه بکنه. چه حالی به این دست میده؟ یا تصور کنید که شما از خیابونای تبریز رد میشید، یک پیرمردی رو گرفتن، همین کارا رو میکردن، لخت میکردن، مثل این کار ملحدین و کار بیدینا، همه مثل همه. حالا هم شما میبینید که در ابوغریب و در جای دیگه یک شکنجه اینا لخت کردن و بعد این فیلم چاپ میکنن، پخش هم میکنن. حالا هم اینطوره. اون فیلمی که از ابوغریب پخش شد طبق قانون دولت آمریکا ممنوع بود که این اسرار جنگی بدون اجازه دولت پخش بشه و روزنامه نیویورک تایمز گفت که آقا من اجازه گرفتم وزارت دفاع، این وزارت دفاع گفت بده بیرون تا مردم ببینن بترسن. این همین مسئله صفوی‌ها بود. آدم رو میگرفتن، پیرمرد محترمی رو میگرفتن، در وسط میدان لختش میکردن و چند تا از این قزلباش‌های جوان باش فعل زنا رو انجام میدادن، فعل لواط انجام میدادن، بعد این رو آویزون میکردن در یک قفس تا مردم ببینن، لخت مادرزاد. همه این کاران جلوی چشم بقیه مردم بود. تصور کنید حال اون مردم رو که همچین صحنه‌هایی رو میبینن، دیگه آیا روحیه براشون باقی میمونه؟ بهشون بگه اگر حضرت عمر فوش بده که نه، اگر میگفتن خدا رو هم فوش بده استغفرالله حتما میدادن، چرا که این حالت برای ملت به وجود آورده بود. و به این هم قناعت نمی‌کردن، باز به جان این آدم پیرمرد شیره می‌مالیدن، شیره، و این شیره شیرین باعث می‌شد که مورچه‌ها را می‌آوردن و اینها بدنی رو گاز می‌گرفتن در این حالت تا نعره می‌زد تا می‌مرد، دستش هم بسته، پاش هم بسته. چنین حالت‌هایی رو که ملت می‌دیدن به طور کلی روحیه خود رو باخته بودن. کارهای عجیبی می‌کردن. از زیر پوست کمر سیخ رد میکردن آدم زنده رو، چون که میخواست بکشه دیگه، برایش مهم نبود که اون جیغ میزنه، از زیر پوست آرام آرام رد میکرد. چند تا رگ پاره میشد، چند تا گوشت پاره میشد، برایشون مهم نبود. و از زیر گردن می آوردن بیرون، دو تا سیخ رد میکردن، بعد اینا دو طرف سیخ میگرفتن میبردن سر آتش. آدم زنده رو، هنوز نمرده دیگه، درد داره، جیغ میزنه، اما اینا که برایشون مهم نیست. با سر آتش اینو آرام آرام کباب میکردن، مثل که آهوی بریان رو کباب میکنن. فکر کنید که بعد این صحنه جلوی چشم مردم، فکر کنید دیگه مردم دیگه روحیه‌ای براشون میمونه، همه تسلیم میشدن دیگه. از اینا طبعا این آدم رو لخت میکردن دیگه، یعنی فکر با لباس که اول لختش میکردن، بعد به اصطلاح اینها رو در سیخ بالا میکردن یا دست پا رو میگرفتن که شکنجه‌ای که اینا رو که دارم میگم تو کتابای خودشون نوشته ها، فکر نکنید که مخالفانشون نوشته. اینا گفتن میخوان به مردم بگن که شاه شریعت پناه ولی فقیه ما برای اینکه مردم بد مذهب ایران رو که سنی بودن شیعه کنه چه زحمت کشیدن. تو کتاباشون با افتخار نوشتن. یه آدم میگرفتن دست پاش میخ میزدن به دیوار، بعد آرام آرام پوستش میکردن. انسان هم پوست داره مثل حیوان، آدم زنده رو. و اینو نگفتم،
بعد از اینکه آدم رو کباب میکردن میخوردن. فکر کنید شما ببینید یه عده نشستن یا انسان زنده رو کباب میکنن باز میخورن، چه حالی به شما دست خواهد داد؟ و ببینید چه بلایی سر این ملت اومد. بله، نکته دیگه ای که در رابطه با اینها لازم است که براتون بگم این است که اصلا اساس کار اینها به خونریزی بنا شده بود. شکنجه‌هاشون رو دیگه اینقدر توضیح نمیدم، همینقدر که در دفعه قبل گفتم به صورت بسه و به صورت فهرستوار میگم سر بریدن و دست پا بریدن و خب یکی میشنوید، یکی فکر کنید که یکی سر دست پای انسان رو ببره، آدم زنده رو مسله کردن و زنده خاری زنده میخوردن انسان رو. دفعه قبل گفتم حتی این کارم کردن که میدادن میگفتم خودت بخور، یعنی گوش میبریدن میدادن به خود صاحب گوش میگفتم بخورش یالله. کور کردن، خفه کردن، میل در چشم کشیدن، میل داغ در چشم میکشتن، نفر کور میکردن، در آتش انداختن. اینها چیزایی است که خودشون تو کتاباشون، اگه شما کتابای صفوی‌ها رو، تاریخی که مداحان صفوی نوشتن رو بخونید میبینید که چنین چیزای وحشتناکی رو خودشون تعریف میکنن که ما پادشاه اسلام پناه برای پیشرفت دین اسلام یا مذهب شیعه به قول خودشون مجبور شد که این کارا رو بکنه. اما این وحشیگری باید برای اینا به صورت یک عادت ثانویه در اومد، به صورت یک عادت ثانویه در اومد و کار آخر اینجا رسید که خودشون هم کشتن. انتقام خدا انتقام ظالم رو از خودش گرفت. شاه عباس پسر خودش رو کشت. یعنی فکر کنید کسی که پسر خودش رو بکشه، وقتی که همین سلطان بابری پادشاه هند همایون شاه بود به نظرم بهش خبر رسید که شاه عباس پسر خودش رو کشته، گفت ای کاش که به من بگه چطور ممکنه یک انسان پسر خودش رو بکشه، چه دلیلی داشته. خب اون وقتا مثلا نبود که روزنامه و تلویزیون که خبر زود بره. بهش خبر داده بودن که آقا این شاه عباس همسایش بود دیگه، هند و ایران همسایه بودن، پسر خودو کشته. گفت این خیلی دافع قوی میخواد، همینطور تو کتابش نوشته دافع قوی میخواد که انسان پسر خودش بکشه. مگه پسر چیکار کرده بود؟ نمیدونست که اینها خوی بیرحمی و وحشیگریشون تا اینجا رسیده که پسر خودم میکشن. دو پسر خودشون کور کرده. همین شاه عباسی که شما ایرانیای به اصطلاح وطن دوست او رو شاه عباس کبیر میگید، این کبیر بوده. شاه اسماعیل کبیر میگید، همین که شهرهای ایران قتل عام کرده. واقعا شما مستحق این پادشاه هستید که هنوزم دارید از اونها تعریف میکنید. منظورم گروه هایی که خود مدعی هستن که ملیگرا هستن و ایران از اونها بیزار و اونها هم باید از ایران بیزار باشن. کار گفتم به جای رسید که پسر عموهای خود کشتن. حتی شاه صفی سام میرزا مادر خودش زنده به گور کرد. زن خودش رو شراب خورد مست شد، زن خودش رو گفت که شراب بخور. زن گفت من امسال حج میرم شراب نمیخورم. گفت امسال حج میرم، زن گرفت کشت. و به حساب روایتی 3 زن خود رو کشت. اینکه مست بود. تمام نوادگان دختری شاه عباس رو کشت. یعنی چیزی ظلم کرده بودن خودشون به همدیگه هم کردن. یا به کسی که به مادر خودش رحم نمیکنه، به فامیل خودش رحم نمیکنه، به پسر خودش رحم نمیکنه. فکر کنید که اون با ملت ما چیکار کرد؟ همین سام میرزا 14 سال به ما حکومت کرد، به ملت ما. خب یک ملت از با همچین پادشاهانی، همچین ظالمایی، هم چیزایی که تاریخ ندیده. یعنی آفریقایی‌ها اگر آدمخور بودن یک عده‌ایشون مرده رو می‌خوردن، زنده رو که نمی‌خوردن. دیگه نمیگفتن به خود اما قربانی که خودتو بخور. چیزی نبود. اگر در آمریکایی مثلا در دوره توحش آمریکا همین هر کی به هر کی بود و به اصطلاح بریم در مسئله قوم لوط که بدترین قوم بودن به زور این کارو میکنن، دیگه مجبورش نمیگردن که بره به اصطلاح کار کنه و پول بیاره. اینها هم بچهای مردم رو میگرفتن به عمل شنی و هم میگفتن که برو فاحشگی کن برای ما پول بیار. دیگه همچین قومی رو هیچ کس در روی زمین ندیده. خب این چی باعث شد؟ چی شد که ملت تسلیم شد؟ گفت دین عوض کن، گفت چشم. گفت حضرت عمر فوش بده، گفت چشم. گفت خدا رو ول کن، شرک بورز، گفت چشم. حتی از این بیشتر ملت ما زبان خود از دست داد. ای آذریای ایران، شما خبر ندارید. آخر یکم فکر کنید، یکم شما اصلا ترک زبان نبودید. به چند دلیل بهتون میگم شما ترک زبان نبودید. اگه شما ترک زبان می بودید، پادشاه عثمانی پادشاه کوچیکی نبود، همه کشورهای ترک زبان رو متحد کرد بود. شما چرا حتی تبریز هم گرفت باز ول کرد؟ چرا؟ از اول میگرفت. شما نقشه‌های دوره عثمانی رو ببینید، میبینید که نوشته، اگر تو موزه استانبول هست، اینترنت سرچ کنید پیدا میکنید،
نوشته بلاد ترک، بلاد عرب، بلاد عجم، آذربایجان. یعنی بلاد ترک رو آذربایجان جزو بلاد ترک نگفت، در حالی که حالا زبانشون یکیه. ببینید من نمی‌باید مسئله ترک تعصب ترکی و فارسی ندارم. شاید شما ندونید که، شاید هم بدونید که تاریخ ایران همیشه ترک‌ها حکومت کردن. تاریخ به اصطلاح ایران بر فارس‌ها اکثر تاریخ ترک‌ها حکومت کردن. این یک حقیقت تاریخی است. منتها تا قبل از صفوی اینها فارس ترک مثل شیر شکر بودن. یعنی اگر حتی ترک‌ها نبودن، یکی محققی به من گفت، محققی به اصطلاح خودش سرچ داره، گفت اگر ترک‌ها نمی بودن زبان فارسی پیشرفت نمی‌کرد. میخوام بگم من مسئله تا فارس ترک ندارم، فکر نکنید. میگه اگه ترک‌ها نمی بود، یعنی ترک‌ها بودن که زبان فارسی رو پیشرفت دادن، چون اونا تعصبی نداشتن. همین پادشاهان عثمانی که با صفوی‌ها می‌جنگیدن همشون فارسی می‌دونستن، بچه‌هاشون برای بچه‌هاشون معلمی گرفته بودن که اول فارسی یاد بگیره. در این شک تاریخ نداره. پادشاهان ازبک همه فارسی می‌دونستن. مسئله این چیز دیگه است. اینهایی که از ترکیه فرار کرده بودن ترکای وحشی بودن که بد مذهب بودن و اومدن آذربایجان رو گرفتن و مردم آذربایجان رو به این صورتی که گفتیم قتل عام کردن، به این صورتی که گفتیم شکنجه روحی کردن، جلوی چشم اینها این کارهای فجیع انجام دادن و عده زیادی از آذربایجانی‌ها فرار کردن. عده‌ای هم که کشته نشدن، عده زیادی هم کشته شدن. عده‌ای هم که کشته نشدن چون که این قوم همین که از ترکیه فرار کرد تقریبا 2 میلیونشون اومدن در آذربایجان، کم و بیش در همونجا ساکن شدن. آذربایجان یک منطقه وسیع و پربرکتی بود. در آذربایجان و در شیروان و در آران، همین جایی که حالا ما میگیم باکو، اینجا آذربایجان نبود، حالا آذربایجان شده، به اصطلاح حالا ترک شدن. اینها هم مردمانی بودن شیروانی بودن، اصلا حتی آذری هم نبودن، زبان دیگه ای داشتن، از اقوام ایرانی بودن اما آذری نبودن. تمام اینها رو ترک‌ها گرفتن و همین ترک‌های وحشی و زبان ملت رو عوض کردن. اگر کسایی که تاریخ رو بخونن میدونن که آذری‌ها زبان دیگه ای داشتن، یک گویش محلی مثل کردی یا گیلکی بود زبانشون، از زبانهای فارسی بود. حالا هم رگه های این زبان در بعضی جاها هست. جمله مدارک موثق از جمله سیاحتنامه اولیا از محمد زلی بن درویش معروف به اولیای چلبی که در سال 1089 وفات کرده، ایشون تو این کتاب نوشته که لهجه آذری گویشی از زبان فارسی بوده و این زبان هنوزم در محال حسنوق، قارچداغ، بعضی از روستاهای حرف آباد و بعضی از روستاهای خلخال هنوزم این زبان هست. و اگر ما حالا نمیخوام در این زمینه زیاد صحبت کنم، تاریخ رو قبل از صفوی ببینید، هیچ آثاری از مسئله ترکی در آذربایجان نداریم، بلکه شاعرای اونجا به زبان فارسی میگفتن. مثل حالا گیلکی‌ها وقتی میخوان بیان کنن زبان فارسی زبان رسمیه، شعرهای خود رو به زبان فارسی میگن. گویش آذری داشتن اما زبان رسمی مملکت بلاد عجم به زبان فارسی صحبت میکردن، از همین آذربایجان شروع تا نزدیک مرز چین. فقط ایران امروزی هم نبود، بخارا و سمرقند اونا هم بود، مرو، همه جا رو حساب کنیم. خب حالا اینا اومدن و زبان ما رو عوض کردن. در همین آذربایجان مجبور شدن زبان همینا رو بگیرن، چون که اینا مهاجر شده بودن، مهاجر به زور اومده بودن و کشور ما رو گرفته بودن، همین وحشی‌ها، و اینها به زبان ترکی صحبت میکردن، نوعی زبان ترکی. حالا بعد از این بیایم بپردازیم، بعد یعنی میخوام بگم که چرا ملت ما یک دفعه خود باخت و همچنین ملتی با این شکنجه ها زبانش هم باخت، مذهبش هم باخت. زبان دیگه آخرین چیزی که انسان میبازه، اما باختن. چنگیز اومد، ما زبان خودمون رو از دست ندادیم. مسلمان ها اومدن، ما دین خود رو عوض کردیم، به نظر من به اختیار خودمون عوض کردیم، اما زبانمون رو عوض نکردیم. ما زبان عربی رو به اندازه ضرورتی که به دین ضرورت داشتیم یاد گرفتیم و زبان ما به جای خودش بود. حالا بردیم بعضی از قتل عام‌هایی که شاه اسماعیل تو ایران انجام داده. ببینید قتل عام معنای واقعی، مثل چنگیز و تیمور. تبریزی‌ها رو قتل عام کرد در سال 907، یزدی‌ها رو قتل عام کرد در سال 910، فیروزکویی‌ها رو تقریبا 10,000 نفر رو قتل عام کرد، طبس رو بی دلیل قتل عام کرد در سال 910. به بهش میرسیم که چجوری قتل عام کرد. شماخی رو در سال 906 قتل عام کرد، فراه رود رو
15,000 نفر رو کشت. شیراز رو کشتار کرد، همه علمای اون شهر رو کشت در سال 908. هرات رو به طور کلی قتل عامی کرد. البته باز به هرات کمی تخفیف قائل شدن و قتل عامی که تو شهرهای دیگه بود تو هرات انجام نشد. اصفهان قتل عام شد، بغداد رو قتل عام کردن و مشهد رو قتل عام کردن. اینها چیزایی است که گفتم تو تاریخ ثبته، تو تاریخ‌های خودشون. و چیزایی هم هست که تو تاریخ ثبت نیست، مثل که همینی که من کشف کردم انارک رو. داستان قتل عام در انارک یک داستان جالبی است که تو تاریخی نوشته نشده. شاه اسماعیل وقتی که پادشاه شد، همین تبریز و اینا رو گرفت و خونریزی کرد. پادشاه تیموری از خراسان براش پیام تبریک فرستاد دیگه. اون وقتا مثل حالا کاری نداشت که در غلط چی کار غلطی کرده چه غلطی نکرده، براش پیام تبریک فرستاد که پادشاه شدی. اما به لفظ مردم اونجا پادشاه رو میرزا میگن، به لفظ مردم خراسان قدیم. در لفظ شاه اسماعیل به مردم عراق میرزا یعنی آدم محترم نه پادشاه. این عصبانی شد، به خاطر همین حرف حمله کرد به سرزمین خراسان و تبسیا رو اعدام کرد و 8,000 نفر رو کشت، بی خود بی جهت، که چرا برای من نوشته میرزا. و تبسی چیکار داره به پادشاه؟ تبس حدود سلطنت سلطان تیموری بود. ببینید تاریخ نویس طرفدار صفوی اینطور می نویسه: غازیان عظام، ببین همین چیزی که حالا میگه، سربازان گمنام شاه یعنی از گرد راه نرسیده در شهر تبس تاختن. همین شهر تبسی که حالا تو ایرانه. شاه اسماعیل میگه ایرانی، شاه اسماعیل کبیر میگن بهش. به تبسیا بیچاره بی خبر، هیچ خبر ندارن چه خبر دنیا. هر کس را که در آن شهر یافتن از دم تیغ بی دریغ گذراندن. غضب پادشاه عرب و عجم تسکین یافت بعد از آن که 7-8 هزار کس کشته شدند. یعنی زن بچه مردم رو گرفت و کشت. شهر را غازیان یعنی مجاهدین، سربازان و گمنام غارت نمودند. غضب پادشاه کشورگیر تسکین یافت. این تاریخ نویس رسمی صفوی اینو می نویسه. ببینید که با احترام هم پادشاه رو یاد میکنه. مجاهد سربازاش هم میگه غازی. البته یادتون باشه که اینا ارامنه رو قتل عام نمیکردن. یادتون باشه که اینها مسیحا رو قتل عام نمیکردن. یهودیا مجوسیا رو فقط به سنی‌ها کار داشتن. حتی شیعه هم قتل عام نمیکردن. فقط کارشون به سنی‌ها بود. شیعه تو ایران وجود نداشت. حالا جالبه که در تاریخی که ظهیرالدین بابر یک پادشاهی هست که هم عصر شاه اسماعیله. اتفاقاً روابط خوبی هم با هم داشتن، چرا که شاه اسماعیل خواهر ای رو که در دست پادشاه ازبک افتاده بود نجات داده بود، براش فرستاده بود، رابطه‌شون خوب بود. منتها حاکم طبس در اون وقت که زیر دست پادشاه هند نبود، زیر دست پادشاه ازبک بود. وقتی که طبس مورد حمله قرار گرفت، حاکم طبس لباس دهقانا رو پوشید و از شهر فرار کرد. یک همراهی هم باش بود، اسمش علی بود. این دو نفر حرکت کردند و کجا اومدن؟ به داخل سرزمین، راه دیگه راه فرار نداشتن، به داخل سرزمین شاه اسماعیل اومدن اما با لباس ناشناس. اسم حاکم شهر بود شیردم خان، یعنی دم شیر داشته به قول خودش، شیردم خان. اینها به صورت ناشناس به طرف اصفهان اومدن. بیایید با شیردم همسفر شیم، ببینیم که در انارک چی دیده از کتاب زندگی ظهیرالدین بابر، که این کتابا رو گفتم در ایران نیست و من از تمام این کسایی که در رشته تاریخ تحصیل میکنم میخوام که این ورثه ما رو، این تاریخ ما رو که در هند مدفونه، چرا که ایرانی خیلیشون فرار کردن رفتن هند و چون که هند تا زمانی فارسی زبان بودن کتابا اونجا نوشته شده و هست و حالا من شنیدم که ایران اینا رو میخره و شاید هم از بین میبره، اون دیگه نمیدونم، ولی میدونم که میخرن. کوشش کنیم که این تاریخ رو جمع کنیم. به هر حال ببینیم که شیردم چی گفته. ایشون میگه در راه بیابان، دست خاطراتش نوشته ظهیرالدین بابر، فصل مربوط به شیردم رو. امیر شیردم سردش شد، افسوس خود که چرا بالاپوش نداشته، بالاپوش گرم. راهنما بهش گفت، راهنمایی گرفته بودن، گفت به انارک برسیم میتوانید بالاپوش های مرغوبی بخرید. حالا این که سال 910 و انارک و تاریخ رسمی ایران میگه سال 1010 ساخته شده، یعنی 100 سال بعد، در حالی که میگه راهنما بهش گفت که به انارک برسیم بالاپوش میخریم. بالاپوش‌های مرغوبی دارد، از پشم شتر است. شیردم فکر کرد که اگر شب به انارک برسه بهتره، چون که اگر روز برسه مردم کنجکاو میشن که چرا این کیه، در این وقت چرا اومده.
هرچند که لباس روستاییان رو داشت باز سعی کرد که مخفی باشه. میترسیده دیگه، حالا زیر در حکومتی است که پادشاه صفوی داره میره طرف شهری که پادشاه صفوی است. گرما که فرو نشست شترها را بار کردند و به راه افتادند. مقصد اونها انارک بود. شترها به سرعت میدویدند. پیرمرد راهنمای بیابانکی گفت که اگر اینطور که ما میرویم در نیمه شب به انارک میرسیم و همونطور هم شد. نیمه شب رسیدند. علی یعنی همراه حاکم، همون نفری که همراه حاکم بود، تا آن موقع انارک رو ندیده بود. حاکم طبس دیده بود قبلا. از امیر شیردن پرسید این امارات مرتفع که سر بر آسمان افراشتن چیست؟ امیر جواب داد اینها بادگیر است. اگه شما شهر یزد رفته باشید در بیابان‌ها، در همین شهرهای کویری، بادگیر دیده باشید یا تو عکس‌ها دیدید. من رفتم دیدم، بسیار چیز عجیبی است که در وسط گرما شما میری در زیرزمین و مثل که کولر روشنه. تکنیکی بود اون وقت داشتم. امیر گفت که اینها بادگیر است. در انارک هر خانه بادگیر مرتفع رو میسازد و خواهید دید که این بادگیرها 4 طرف داره و از هر طرف که باد بورزه همون باد رو میگیره و اتاق سرد میکنه. من خودم یادم میاد تو شهر تبریز، شهر یزد، دیدم در زیرزمینی این باد میومد همیشه. نمیدونم از کجا میومد، اما از لای لوله‌ای که مثل لوله کولر بود باد میومد و کنار این باد میخورد به یک حوض در وسط زیر زمین. حوض آب داشت و خوب هوا سرد بود، برای که بیرون جهنم بود. علی از مشاهده بادگیرهای بالای خانه‌ها مبهوت شد. روی هر خانه بادگیری بود به ارتفاع یک مینار بزرگ. خلاصه دیگه توضیح داده که اینا چجوری تهویه میکردن که این مربوط به چیز یعنی میخواست بگه شهر چطور شهر متمدنی بود. صدها سال قبل از اینکه وسایل تهویه جدید برای خنک کردن منازل در فصل تابستان اختراع شود، سکنه‌های منازل انارک خانه‌های خود را با ساختن زیرزمین‌های متنوع، عمیق و با بادگیر خنک میکردن. شهر میگه آب انبارم داشت. شهر میگه در فصل زمستان که آب سرد بود آبها رو جمع میکردن برای تابستان ازش استفاده میکردن که به اصطلاح شهر رو تعریف میکنه یک شهر گرمی است، یک شهر بسیار پر آباد و پر رونقی است. باز تعریف میکنه که رفتیم در بازار و همین چی خریدیم و وسایل خریدیم و نشون میده که بازاری هم داشته. اینجا پایان سفرنامه امیر شیردم هست. حالا این شهر کجاست؟ ما که تاریخ میخونیم میگه در زمان شاه عباس محمد پهلوان، شاه عباس یعنی 100 سال بعد بوده، اومده سنگ بنای شهر انارک رو گذاشته. چرا؟ مگه شهری نبوده؟ پس معلوم میشه که شاه اسماعیل در وقت برگشتن از طبس این شهر از بین برده، اما تاریخ نویسان ننوشتن و کسی از شهر زنده نبوده که بنویسه. مثل این 10 ها شهر کشور ما رو اینا از بین بردن. جمعیت کشور ما به تخمین بعضی از شاردون در اوایل صفویه به 40 میلیون نفر میرسید، در حالی که در زمان قاجار کاپیتان سرجان مالکم گفت که 6 میلیون ما جمعیت داریم. یعنی جمعیت ما چی شد؟ یا فرار کردن یا به دست اینا قتل عام شدن. یک شهر به طور کلی از بین رفت. من به نظر محمد پهلوانی که انارک ساخته، شاید که پدر بزرگش فرار کرده رفته اصفهان، بعد بهش گفته که آقا در اون منطقه ما زندگی می‌کردیم، کوچیک بودم یادم میاد، و این رفته اونجا رو باز آباد کرده. منظور من این است که به طول کلی سرزمین ما رو از بین بردن و ایران برای اینکه دوباره نتونه سر بلند کنه، ما همیشه یک کشور مطرح تو دنیا بودیم. بعد از اومدن صفوی‌ها ما یک کشور بی اهمیت هستیم. تا حالا بی اهمیت هستیم، اهمیتی نداریم. اهمیت ما به نفت و گاز ماست فقط. بس اگر نفت و گاز نمی داشتیم کسی از نگام به ما نمی‌کرد. نفت و گاز هم که هنر ما نیست، خدا برای ما گذاشته. ببینید مثل سرخپوستا که از بین رفتن تو آمریکا، وقتی که آمریکایی‌ها وقتی که اومدن تو آمریکا 10 میلیون کم از کم سرخپوست بود، حالا 1 میلیون، حالا باید 100 میلیون میشد، 200 میلیون میشد. کجا هستن؟ به همین ترتیب اینها ملت ایران رو از بین بردن و باز همین هنر ملت بود که تونست دوباره تا اینجا هم نفس بکشه، هرچند که هنوزم زیر پا اینها لگدمال هستیم. این یک بدبختی دیگه این است که این ترکایی که اومده بودن و ایران رو، همین طرفدارای شاه اسماعیل که ایران رو آذربایجان گرفتن، دیگه به مردم گفتن که آقا بودین بیاین که نون ما تو روغنه. تمام قبیله اینا حرکت کردن، اومدن 72 قبیله از قبیله‌های بیابانگرد در سرهای آناتولی
اومدن به ایران و در ایران ساکن شدن. اونها هم زاد و ولد کردند و ایرانی شدن و در ایران موندن. 72 قبیله ترک و تاتار. حالا چرا میرسیم به بیت القصید، به بیت القصید برنامه ما، که چرا ما دوچار این بدبختی شدیم. اما فکر میکنم که نیم ساعت برنامه ما تموم شده و این حرف اصلی که حرف مهمی هم هست که چرا این، من میگم که این مجازاتی که برای ملت ایران اومده حقش بوده. من به شما وعده داده بودم که فیلمی رو نشون بدم از 600 سال پیش، مردم زنده 600 سال پیش رو نشون بدم. منتها چون که وقت تمومه اجازه بدید این رو در برنامه بعدی به شما نشون بدم. پس تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین. خوشحالم که در خدمت شما هستم با برنامه‌ای درباره تاریخ ایران، درباره تاریخ دوره صفوی، تاریخ دوره‌ای که زندگی ما و شما را عوض کرد، هرچند که این سلسله ظاهراً از بین رفته. اتفاقاتی که تقریباً 500 سال پیش رخ داده امروز بر زندگی همه ما و شما تأثیرش هست. به سلطنت رسیدن اولین شاه صفوی به نظر من یک سکوت عامدانه در ایران در مورد سلسله صفوی هست و هر چیزش رو کوشش میکنن که به ما نگن. بعضی چیزها و خیلی چیزهای مهم رو از ما و شما مخفی میکنن. اما شما میدونید که 500 سال قبل نامی از روحانی نبود، از روحانی شیعه در ایران نبود. نام و نشان و اثری ازش نبود. نه کسی حجت الاسلام میشناخت، نه کسی آیت الله رو میشناخت، نه اسما همه جدید، آیت الله عظما رو میشناخت، مرجع تقلید، اینا چیزایی نبود و هیچ کس به طور مطلقاً اینجور مردم رو نمیشناختن. پس ما باید اینها رو بشناسیم.